سلام دوستان عزیزم، به کانال بهنگو خوش اومدید. امروز قراره شور مخلوط درست کنم. یه شور خوشمزه و ترد و عالی، بدون اینکه اصلا کپک بزنه و یا حتی نرم بشه. برای درست کردن شور مخلوط احتیاج داریم به یه سری مواد که گل کلم احتیاج دارم. گل کلم رو از قبل کاملا شستم و ضد عفونیش کردم. با چاقو قسمت سفتیش و مغز گل کلم رو جدا میکنم. بعد سعی میکنم با دست خورد کنم، چون اگه با چاقو بخواین خورد کنه امکان داره گل کلم‌ها ریز بشه و خیلی خورد بشه. برای درست کردن شور بهتره که گل کلماتون یکم سایزش درشتر باشه. بازم این به سلیقه خودتونه، ولی همه گلایی که جدا میکنیم از کلم باید تقریبا به یه سایز و یک اندازه باشه. یه مورد دیگه که سعی کنید همه مواد شورتون تازه و ترد باشه، مخصوصا گل کلم‌ها کاملا باید تازه باشه. اگر احتمالاً رویش یه مقدار زردی گرفته، اونو با نوک چاقو کاملا تمیز کنیم تا نتیجه کار یه کلم شور تمیز و شفاف و سفید داشته باشید. خب بعد از که همه گل کلم‌ها رو به این صورت برش دادم، میریزم توی ظرف. نوبت خرد کردن هویجه. هویج از قبل شستم با پوسکن. پوست هویجه رو جدا میکنم. سر و ته هویج رو میزنم. بهتره که هویجامون نرم و یا احتمالاً کهنه نباشه. هر چقدر مواد شورمون تازه تر باشه، نتیجه‌گار یه شور خیلی بهتری دستمون میاد. خب من هویجا رو به این صورت، به صورت اوریب برش میدم، یا حتی میتونیم به صورت حلقه های ساده برش بدیم. همه هویجا رو به این صورت برش میدم. حالا موقع حلقه کردن خیاراست. خیارارم به شکل هویجا برش میدم، و یا حتی میتونین خیارارم بدون اینکه برش بدین همینجور سالم توی شور بذارین. خب برای شور احتیاج دارم به 2 بوته بزرگ سیر. من از سیر تازه استفاده کردم. پوست سیرارم میگیرم و میذارم کنار. برای اینکه این شور ما خوش عطرتر و خوش طعم‌تر باشه، از چند شاخ کرفس هم استفاده میکنیم. کرفس عالی میکنه طعم این شور ما رو. به این صورت همه رو برش میدم. برای سبزی شور فقط از سبزی ترخون و شوید استفاده کنید. احتیاج به هیچ سبزی دیگه نیست. همین 2 تا سبزی معطر میکنه، خوش طعم میکنه شور ما رو. برای ریختن شور توی شیشه ابتدا چند شاخه از شوید و همینطور یه مقدارم از ترخون ته شیشه شورم قرار میدم. بهتره که ظرفی که میخوایم شور درست کنیم شیشه‌ای باشه. باعث میشه موادمون ترتر بشه و اصلا کپک نزنه. خب حالا یه مقدار از گل کلم‌ها رو اضافه میکنم. بعد یه مقدار از کرفسایی که خرد کرده بودم میریزم روی گل کلم‌ها. بعد هویج. همه مواد رو به همین صورت اضافه میکنم. حالا بعد از هویج نوبت اضافه کردن یه مقدار خیاره، یا خیارای حلقه شده یا خیارای قلمی رو میریزید. بعد چند حب سیر میریزم. خب برای اینکه خیارشور ما ترد بشه احتیاج به نخود خام داریم. نخود خام رو میریزم روی موادم. دوباره یه مقدار گل کلم اضافه میکنم. بهتره که گل کلمای شورمون بیشتر باشه چون خوشمزه تره. بعد دوباره کرفس و هویج و به همین ترتیب همه سبزیجاتمو لایه به لایه میریزم تو شیشه شورم. بین لایه های سبزیجاتم یه مقدار از سبزی، همون سبزی شوید و ترخونم اضافه میکنم. برای معطر شدن شورمون میتونیم از برگای ترد و نازک
کرفس هم استفاده کنیم که عطرش هم خیلی عالی میشه تو شورمون. لایه به لایه سبزی میذارم، بعد چند تا فلفل تون میندازم. هم میتونه از فلفل تازه استفاده کنین، هم از فلفل خشک شده. همه مواد رو به همین ترتیب میریزم تا کاملا شیشه من پر بشه. این شور مخلوط یه شور فوق‌العاده خوش رنگ و رنگین کمانیه، خیلی هم خوشمزه میشه. میتونین از خیارای ترد و قلمی هم همینجور درسته و سالم بذارین داخل ظرف شورتون. یه نکته مهم دیگه، وقتی که مواد شور رو شستین روی دستمال آشپزخونه پهن میکنین، اجازه میدین چند ساعت بمونه تا کاملا آبش خشک خوش بشه. نباید هیچ آبی داشته باشه تا دیگه به این صورت اصلا کپک نمیزنه. الان همه موادی که چیدم داخل شیشه شور کاملا خشک بوده. ببینید از برگای تازه کرفس هم استفاده کردم. خب همه مواد رو وقتی ریختین سعی کنین روی شیشه شور رو فقط سبزیجات بچینید، کاملا پر بشه روی شیشه از سبزیجات. حالا چند تا دونه فلفل خشکم استفاده میکنم. فلفلا رو توی ظرف میشکنم تا تندی فلفلم بیشتر بشه. حالا موقع درست کردن آب نمک و سرکه است. باید از آب جوشیده‌ای که سرد شده استفاده کنیم. هر 4 لیوان آب 1 لیوان پر سرکه سفید میریزیم. سرکه باید سفید باشه، نباید رنگی باشه. پس هر لیتر آب 1 لیوان سرکه نیاز داره. به اضافه 2 قاشق پر نمک. ما باید از نمک بدون یود استفاده کنیم، چون اگر نمکتون یود دار باشه مطمئن باشید که کپک میزنه شورتون. خب بعد از که خوب مخلوط کردم یه مقدار میچشم تا اندازه سرکه و نمکش رو ببینم به چه حده. بله طعمش عالیه، یعنی این اندازه و میزانی که گفتم درسته. خب آب و سرکه و نمکی که قاطی کرده بودم توی شیشه میریزم. به همین طریق درست میکنید و اضافه میکنید توی شیشه. سعی کنید لب به لب پر بشه، یعنی کاملا از آب پر بشه شیشمون. حالا در شیشه شورمون رو محکم میبندیم که هیچ هوایی نفوذ نکنه. زمان میدیم حدوداً 10 روز تا 15 روز شور ما آماده است. یه شور مخلوط عالی و فوق‌العاده. ممنونم که مثل همیشه با من همراه بودید.